امروز میان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری فرانسه محترم امانوئل مکرون با مناسبت سیومین سالگرد برپا نمودن رابطه‌های دیپلماتی دو کشور مبادله برقیه‌های تبریکی به عمل آمد. در برقه تبریکی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با عنوان پرزیدنت جمهوری فرانسه محترم امانوئل مکرون آمده است. جناب عالی، با کمال سرفرازی شما را به مناسبت سیومین سالگرد استقرار رابطه‌های دیپلماتی بین تاجیکستان و فرانسه صمیمانه تبریک و تهنیت میگویم. گسترش بامرام مناسبت‌های بین دولتی و همکاری گوناگون عرصه سودمند کشورهایمان که طول این سالها جنبه‌های نو سازنده کسب نمودن باعث قناعتمندی می‌دانیم. توسعه من بعد و انکشاف روزافزون مناسبت‌های همکاری با فرانسه یکی از سمت‌های مهم سیاست خارجی تاجیکستان به شمار می‌رود. ما به این روند توجه خاصه ظاهر نموده جهت رشد و نموی هرچی بیشتری آنها در همه ساحه‌های مورد توجه طرفین سعی و کوشش‌های پیوسته به خرج می‌دهیم. اطمینان داریم که با سعی و تلاش‌های مشترک ما در راه به پایه‌های بلندتر برآوردن همکاری‌ها در بخش‌های سازگار به منفعت مردمان دو کشور نتیجه‌های ثمربخش به بار خواهند آورد. با شما جناب پرزیدنت صحتمندی کامل و کامیابی‌های نوین و به مردم دوست فرانسه امن و ثبات، سعادت و پیشرفت و شکوفایی آرزومندم. در برقه تبریکی پرزیدنت جمهوری فرانسه محترم امانوئل مکرون با عنوان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چنین گفته شده است: محترم جناب پرزیدنت محترم امامعلی رحمان، در این روزها که فرانسه و تاجیکستان از سیومین سالگرد برقرار نمودن مناسبت‌های دیپلماتیشان استقبال می‌نمایند، من از فعال گردیدن مبادله‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در این سال از جمله به شرافت سفر شما در ماه اکتبر به پاریژ اظهار خوشنودی می‌نمایم. نمایشگاه تاجیکستان، کشوری دریاهای طلایی که ما در ماه اکتبر در آثارخانه صنعت‌های آسیایی گیمه پاریژ مشترکاً افتتاح نمودیم و موفقیت‌های عظیم را صاحب گردید از کار بسیار ساله دو هیئت آرکئولوژی فرانسه با تاجیکستان و همکاری‌های نهایت خوبی میان فرانسه و تاجیکستان در این ساحه درک می‌دهد. من می‌خواهم که با همکاری‌های مشترکمان در همه ساحه‌ای که زمان سفر شما به پاریژ مشخص ساخته بودیم ادامه دهیم. بخصوص شادم که مناسبت‌های نوی شریکی در ساحه همکاری‌های دانشگاهی در مثال سازشنامه‌ای که به نزدیکی میان دانشگاه ملی زبان‌های شرق و فرهنگ و دانشگاه ملی تاجیکستان شهر دوشنبه به امضا رسیده بود برقرار کرده شدند. در حالی که ما به 3 سال گذشته می‌نگریم، من می‌خواستم بار دیگر با کشور شما برای واگذاری پایگاه به قسم فرانسوی حربی هوایی در شهر دوشنبه در دوره از سال 2001 تا سال 2014 منتداری فرانسه را ابراز نمایم. در برابر این بر اساس عهده‌داری‌های گرفته خود فرانسه تاجیکستان را در سمت انتقالات هوایی دستگیری نمود. باعث خوشحالی من است که تا اعلان نمایم که پارلمان فرانسه سازشنامه را عاید به علاقه هوایی که ما سال 2019 در پاریژ به امضا رسانیده بودیم به تایید رسانید. خواستارات آن هستم که ما با مکالمه استراتژی عاید به وضع افغانستان و تاثیر آن به امنیت منطقه آسیای مرکزی که قبلا آغاز بخشیده بودیم ادامه دهیم. شدت در سرحدات نگرانی منطقه را به بار آورده است. فرانسه ثبات منطقوی را در آسیای مرکزی حیاتاً مهم می‌داند. ما آماده ایم با تمام شریکان خود گفت و شنید انجام دهیم و با همکاری‌های دو جانبه و بسیار جانبه خود در دایره اتحاد اروپا و سازمان امنیت و همکاری در اروپا تحکیم بخشیم. لطفاً جناب پرزیدنت احترامات عمیق ما را بپذیرید.